مرد با دستش به آرومی روی گوشت ماهی رو لمس کرد. اون دقیق میتونست بفهمه استخوان‌ها کجا قرار دارن. بعد با یه ابزار استخوان‌ها رو تون تون جدا کرد و تکه‌های ماهی رو به سمت حریفش پرت کرد. حریف با پشت چاقو دنبال استخوان‌ها گشت و بعد تکه‌ها رو مرتب برید. چاقو رو از دم ماهی بیرون کشید و گوشت استخوان‌ها رو جدا کرد. همه اطرافیان هیجان زده تشویق می‌کردن، اما مرد راضی نبود. اون دنبال یه رقابت واقعی بود. برای همین سرآشپز رو دعوت کرد تا توی مسابقه جهانی آشپزی شرکت کنه. سرآشپز هم قبول کرد. روز مسابقه سرآشپز یه مرغابی سفید تازه آورد. با دستای حرفه‌ایش مرغابی رو ماساژ داد. بعد پوستش رو با روغن بادوم زمینی چرب کرد. بعد سطح مرغابی رو بریز داد و داخلش رو هم زد. یه حرکت قوی زد و اسکلت کامل مرغابی رو بیرون آورد. تماشاگرها از این حرکت شوکه شدن. بعد سبزیجات و گیاهان داخلش رو گذاشت و یه مقدار سوپ مرغابی روی اون ریخت. بعد کل مرغابی رو با برگ لوتوس پیچید و روش رو با نمک ضخیم پوشوند. یه دیگه آهنی 50 پوندی برداشت، 20 پوند نمک سنگی ریخت و هم زد. بعد مرغابی رو داخل دیگ گذاشت و کم کم یه غذای خاص از مرغابی آماده شد. داورا هم بارها تحسین کردن. مرد دیگه هم اول شکر سفید رو سرخ کرد و به شکل کارامل تکه‌ای درآورد. بعد برش‌های آناناس رو کف ظرف گذاشت و کارامل رو روی اون ریخت. با یه مشعل کارامل ها رو آب کرد تا با اون قاطی بشن. بعد موس توت فرنگی رو روی غذا گذاشت و کارش تموم شد. بعد مسابقه امتیازها دقیقاً برابر بود، ولی داورا ظاهر غذا رو بیشتر دوست داشتن و مرد برنده شد و اجازه داشت تو مسابقه جهانی بعدی شرکت کنه. سرآشپز از دیدن این صحنه عصبانی شد و رفت. بعد مرد فهمید که بردش خریدنی بوده و رئیسش نقشه داشته که دوست دخترش جای اون مسابقه بده. اما دوست دخترش وقتی غذا رو تست کرد فهمید مرد هیچ حس چشایی نداره و فقط طبق دستور غذا درست میکنه تا رئیس خوشش بیاد. اون دستور رو دزدید و به رئیس داد. رئیس فکر کرد با اون دستور هر کسی میتونه آشپز بشه و برنده مسابقه باشه. برای همین مرد رو اخراج کرد. بعد از شنیدن این خبر سرآشپز به دنبال مرد رفت و تصمیم گرفتن با هم دیگه توی مسابقه شرکت کنن. مسابقه جدید شروع شد. بقیه سرآشپزان مشغول درست کردن غذا بودن، ولی این دو نفر به آرومی سویا را آسیاب کردن و با همکاری هم یه نسخه خلاقانه از توفو ساختن. دوست دختر مردم با استفاده از دستور دزدیده شده یه غذای صدف درست کرد. همه شرکت کننده ها کم کم غذای خودشون رو آماده کرده بودن. توفو ساده به نظر می رسید، اما داورا بعد از چشیدن شگفت زده شدن. داخل توفو معمولی نبود، با خمیر لوبیا قاطی شده بود و یه توپ روی غذا درست کردن که وقتی میشکست سس خوشمزه و بی‌نظیر بیرون می‌ریخت. طعم فوق‌العاده قوی و خوشمزه به نظر می‌رسید. تازه از فلفل چینی و فلفل سیچوان هم استفاده شده بود.